روز خوبی داشته باشید. انجین ویو فکر کنم هیرمنه. عرضم حضور شما که موتور چند تا ایراد داره، هم روغنسوزی داره، صدا موتور داره، روغنریزی شدیدی هم داره. کف موتور معلومه که کلا خیسه. بریم واسه باز کردنش. بچه روز خوبی داشته باشید. یه طرف تره ویو واز شده، الان هیرمن سرویس پنج تهران واز شده، موتور داره خورد میشه. اول سوتی که در اون از زنجیر تایم خرابه، بعد اصلا پین میما بچه هیچ کدوم نیست. نگاه کنید الان من این تو موتور در آوردم، نگاه کنید. شما به هیچ عنوان نمیتونی این تو موتور در بری. پین میما زندگی نامش اصلا نیست، وجود خارجی نداره. که بریم واسه تکمیل کردنش، واز کردنش و کارهای دیگه‌اش. بچه‌ها نگاه کنید، شفتنده بهتون گفتم ضربه خورده. نگاه کنید الان اینجا رو، این ضربه خورده سر اومده به سمت پایین. معمولا تو دست اندازا و جای جدول مدار اینا گیر میکنه که الان اینو اگه صافش نکنی از اون ور تو کارتر در نمیاد، درم بیاد کارتر رو میزنه میشکنه. بریم واسه ادامه کار. 125 هیرمن تهران تره ویو مال یکی از بچهای پیجمون هم هستش. بازار خوبی داشته باشی. تره ویو هیرمن 125 تهران. بچه‌ها موتور داره وا میشه. قسمت برق و زنجیر تامش که همه مورد داره. داریم قسمت کلاشو وا کردیم. بچه‌ها این موتور از وسط کارترش هم روغنریزی داره. من مثلا داستان روغنریزی چی بوده چی جوری نبوده نمیدونم، ولی موتور داره باز میشه واسه تستای آخرش. تهران ویو تره ویو. عرضم حضور شما که تو پیدن چرخشیاست. بچه‌ها این پیستون که خرابه، شاتون خرابه، واشه‌بندیش که یه سری جاش شکسته میکسه تیکه تیکه بود. بچه‌ها موتور الان بره تو دستگاه موتورشور در بیاد، بره تراشکاری قطعاتی که میخواد تعویض شه، چون سرسندش هم اسمبل کاری میخواد. قطعاتی که نیاز تعویض قطعاتی هم که باید ترمیم شه مرتب شه، مثل سرسنان آببندی و اینا مرتب بشه. یکی دو پیچ هرزم داره، واشه‌بندی هم کامل. یه کار تمیز مرتب جمع بکنیم، چون شاسیش هم بچه‌ها جک وسط دیگه سری قطعات کاردار هستش. ببینید الان قسمت کلاج زیاد تعریفی نیست، رینگ پیستون زنجیر تام زیاد تعریفی نیست، قرقره پیدنده اون پیم پیدنده اینا همه بچه‌ها از بین رفته و داغون شده است که همه رو بره تو دستگاه موتورشور در بیاد، بیام روی کارهایی که باید براشون انجام بدید. 125 ویو تهران. بچه هیرمن هم هست.